یکی از دوستان سوال کردن که ترس از اشتباه و کمالگرایی رو چطور در خودم از بین ببرم. ببینید دوستان، بی‌نقص گرایی و تلاش بی حد و حصر برای جلوگیری از عملکرد اشتباه نه تنها حسن نیست بلکه نشونی بیماری هم میتونه باشه. افرادی که با این ویژگی ها در خانواده های رشد یافتن که به لذت و آرامش خیلی اهمیتی نمیدادن و در مقابل عصبانی بودن، پرتوقع بودن، پرخاشگر بودن و مضطرب بودن. حالا که شما شدی 20 ساله 30 ساله اما هنوز به لحاظ روانی اون والد پرخاشگر سرزنشگر کنترل کننده رو با خودت داری حمل میکنی، والد تحقیر کننده و مقایسه کننده ای که گفته توی زمان بچگیات تو موقعی خوبی که بهترین باشی، وگرنه از توجه، از آسودگی، از محبت و از مهربانی هیچ خبری نیست. در حالی که ما باید به سمت مطلوب بودن، خوب بودن و به قدر کافی خوب بودن حرکت بکنیم و همین واقعا بسه. رسیدن به کمال یک هذیانه. من ندیدم کسی کمالگرا باشه یک حس شرم و نقص در لایه‌های وجودی خودش نداشته باشه و با همون در واقع حس نقص و شرم با مکانیزم دفاعی جبران یا کمالگرایی میخواد این نقص و شرم رو بپوشونه. از طرفی دوستان، ریشه کمالگرایی وسواسه. وسواس هم ریشه در تعارضاتی داره که در واقع ما در دوران بچگی در سن 1 تا 3 سالگی برامون به وجود اومده. بنابراین باید با همون توانایی که داریم شروع کنیم، با علم بر این که هیچ کس کامل نیست، کمالی وجود نداره که بخوایم بهش برسیم، کمال فقط مال خداست، با علم به این که اشتباه جزء لاینفک وجودی انسانه و با علم به این که ما خوبیم حتی اگه کامل نباشیم و هیچ کدوممون کامل نیستیم و هیچ کدوممون در واقع نمیتونیم کامل مطلق باشیم و بدون هیچ اشتباهی باشیم.